هر ماه انگار مزاحم مدرسه تردید میشم و با معرفی یک کتاب وقت شماها رو میگیرم و اونایی که بعداً صدای من رو از طریق کانال تلگرامی با معرفی کتاب میشنون انگار وقت اونا هم گرفته میشه. از این بابت احساس شرمندگی دارم، ولی با این همه حال معرفی کتاب برای جامعه‌ای که آروم آروم داره از کتاب خونی فرار میکنه فکر میکنم کار درستیه و میبایستی مداوم این کار رو ادامه داد. به ویژه اینکه خب من با فعالیت‌های مدرسه تردید از چند طریق آشنا هستم و میدونم که تمام اون ذهنیتی که دارن عمدتاً با همون کلمه تردید میشه بیانش کرد و اون این که انگار توی ذهن مخاطب یه نکته ایجاد بشه که اون نکته حاکی از اینه که ما بیش از این که فکر میکنیم میدونیم خیلی کم میدونیم و احساس میکنیم که دانسته هامون به دردمون میخوره، در حالی که هر چقدر جلوتر میریم خود من به تنهایی احساس میکنم که دانسته هام برای زندگی کافی نیست و میبایستی مداوم ادامه داد. این کتاب ماه تردید که نشست هفتمش هست، من مختصش کردم به یک کتابی به نام این جهان گذرا و تاریخچه بشریت. موقعی که شروع کردم به معرفی کتاب و اصلا نگاه کردم به این کتاب که این کتاب چه زمینه‌ای داره در خودش، احساس جالبی بهم دست داد و اون احساس این بود که یکی از اون کتاب‌هایی است که میبایستی چند مرتبه خوندش و بعد آروم آروم از این کتابی که خیلی هم مختصر نوشته شده، خیلی مختصر نوشته شده، آروم آروم میشه فهمید که شما چه کتاب جالبی رو در اختیار دارید و چقدر با کوتاهی تونسته مطلبی رو که تمایل داره بیان کنه. اه، چند به واسطه این که میخوام جذابیت این کتاب رو بهتون بگم، خیلی سال پیش، مثلا یه چیزی در حدود 5 6 یا 7 سال پیش، من یک کلیپی دیدم توی یکی از این فضاهای مجازی که یه آقای روی یه قایق نشسته و داره ماهیگیری میکنه و بعد تصویر خیلی جالب از روی مچ ماهیگیر که داشت ماهیگیری میکرد شروع کرد به بالا رفتن و رفت مثلا به آسمون رسید، از کره زمین رفت بیرون، رفت توی کهکشان و رفت تا به جاهایی به نام لبه کهکشان رسید. موقعی که شما اون فیلم رو، اون کلیپ کوتاه رو میدیدید یه احساس جالبی بهتون دست میداد و اولش مثلا صحنه ماهیگیری بود، ولی آروم آروم با دیدن اون فیلم دو چیز همزمان شروع کرد به رخ دادن. یکی عظمت عجیبی که آدم باهاش مواجهه و یکی کوچک بودن بیش از حدی که ما اون رو نمیخوایم بپذیریم که تا چه اندازه ما کوچکیم و ذره‌ایم. این کتاب، یعنی این جهان گذرا تاریخ بشریت، برعکس نوشته شده و به همین دلیل فوق‌العاده زیباست. یعنی اولین لحظات کتاب از 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش شروع میکنه که اون بیگ بنگ یا مهبانگ شروع شده، یعنی کتاب کاملا برعکس، و بعد شروع میکنه و میاد تا اینجایی میرسه که امروزه من و شما داریم با همدیگه زندگی میکنیم و هستیم. دیوید کریستچن استاد تاریخه و چرا اینقدر علاقمنده که این گونه به صحنه نگاه کنه و این گونه تاریخ نگاری بکنه. من دو سه تا جمله اولیه کتاب رو براتون میخونم که دستتون بیاد این کتاب داره از چی حرف میزنه. میگه موقعی که شما میخواد یه تصویر از تاریخ جهان ارائه کنید، این تصویرتون از کجا شروع میشه؟ من و شما میخوایم، یکی میاد میگه که تا از دنیا چه برداشتی داری؟ شما یه تصویر خیلی بزرگ بهش میگید و یا تصویری که در ذهنتون هست میتونه تصویر خیلی کوچیکی باشه، میتونه یه مقطع زمانی داشته باشه، میتونه مقطع زمانی نداشته باشه، میتونه یه حادثه خیلی بزرگ باشه از منظر شما و به همین ترتیب میشه انواع چیزها رو مد نظر آورد. آقای دیوید کریستچن میگه که شما اگر بنا باشه به صورت باسمعی و کسل کننده یه سری واقعیات رو ردیف کنید و قطار کنید پشت سر هم، این اسمش تاریخ نیست، این اسمش یه چیز دیگه است. میگه من اسم گذاری نمی کنم، ولی این نکته ای که یه سری حوادث رو پشت سر هم ردیف بکنیم، من این کار رو، یعنی دیوید کریستچن میگه من این کار رو بهش نمیگم تاریخ، بلکه
میگه ادعای من اینه که من تمایلم اینه میخوام یه نقشه مثل جغرافیا بذارم جلوی روی همه ماها و بعد اون سطوح اطلاعات موجود توی اون نقشه جغرافیایی رو ببرم توی دل تاریخ و انگار شما تاریخ رو مثل یه نقشه جغرافیایی ببینید، هم از بالا نگاهش بکنید و هم جزئیاتی رو که تمایل دارید همزمان بتونید ببینید. دیوید کریستچن میگه در جغرافیا شما یه نقشه رو که باز میکنید، اول یه تصویر فوق العاده بزرگ ازش میبینید و بعد بلافاصله اینجوری به نظر میاد که تصاویر هر چقدر شما بخواید جزئی ترش کنید و ریزترش بکنید در اختیار شماست. شما یه نقشه جغرافیایی خیلی بزرگی دارید، یکی تمایل داره ببینه مثلا همسایگان چین کیان. خب اون تصویر بزرگ اکنون تبدیل میشه به یه تصویر خیلی ریزتری که نشون میده همسایگان چین کجا و اون حس جستجوگری شما برآورده میشه. میگه من تمایلم اینه که یک روایت بسیار بزرگ اول ارائه بکنم، از دل اون روایت بسیار بزرگ شروع بکنم به چیدن جزئیات و این چیدن جزئیات میگه برای من خیلی جذابتر خواهد بود تا اینکه صرفا فقط به جزئیات اشاره بکنم و هیچ نقشه بزرگی در اختیارتون قرار ندم. میگه این روایت های بسیار بزرگ، تاریخ‌دانای خیلی بزرگ یا از واحدی به نام تمدن شروع میکنن یا از قاره، از ملت، از کشور، از جامعه، از جهان، از شهر، از یه عصر و یا یه دوره. ولی میگه من این کارو نمیکنم. تمام اینا یه شمای کلی ارائه میدن ولی بعد شما رو از دیدن دیگر جزئیات همسایه این مفاهیم شما رو محروم میکنن. بنابراین میگه کار من در این کتاب این جهان گذرا تاریخچه بشریت اینه که یه شمای کلی ابتدا ارائه کنم مثل نقشه جغرافیا و بعد شما هر کجای این نقشه جغرافیا که خواستید جزئیات رو ببینید بتونید این کار رو انجام بدید و بتونید ببینید. به همین دلیل تصویری که آقای دیوید کریسچن در این کتاب ارائه میکنه فوق‌العاده جذابه. عرض کردم که از مهبانگ شروع میکنه، یعنی 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش و بعد از کلماتی مثل ذره، خورشید، انفجار بزرگ، زمین، موجودات ریز، تکامل، اتم، کهکشان، قاره‌ها، موجودات زنده و تنوع جغرافیایی زیستی حرف میزنه و میاد شما رو میرسونه به دوره بعدی که نسل 3 نوع انسان پشت سر هم هست، یکی هومو ارکتوس، یکی هومو هابیلیس و یکی هومو ارگاستر که هر ستاییشون در نهایت تکامل پیدا میکنن به انسان خردمند میرسن یا به هومو ساپینس میرسن و این تصویر اولیه است که از کتاب ایجاد میکنه. یعنی شما رو از اون لحظه انفجار بزرگ میکشونه میاره تا به کره زمین برسه و در پدیدار شدن تنوع زیستی در کره زمین حرف میزنه، از پدیدار شدن خیلی خیلی اولیه انسان حرف میزنه و سپس شروع میکنه به اینکه حالا این انسانی که داره زندگی میکنه وارد یه عصری میشه که عصرش اسمش هست عصر خوراکجویی. بعد میگه به این عصر خوراکجویی یه چیزی در حدود 250,000 سال طول میکشه تا بشر رو برسونه به 8,000 سال پیش از میلاد که دوره جدیدتری از زندگانی بشر شروع میشه که بهش میگن عصر کشاورزی. عصر کشاورزی از 8,000 سال پیش از میلاد شروع میشه تا به سال 1750 میلادی میرسه و بعد عصر مدرن هست که از 1750 تا به امروزه. شما اگر خوب دقت بکنید عصر خوراکجویی از 250,000 سال پیش از میلاد شروع میشه تا 8,000 سال پیش از میلاد. خیلی طولانی، خیلی کند، خیلی کم تحول و هر چقدر صفات کم 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 شما میخواید میتونید به کار ببرید در توصیف این عصر. ولی به عصر کشاورزی که میرسه مدت زمان خیلی کمتر میشه چیزی در حدود 10,000 سال.
یعنی 8000 سال پیش از میلاد تا سال 1750 میلادی برسه و بعد عصر مدرن که شروع میشه 1750 تا کنون که یه چیز در حدود 250 270 سال داره طول میکشه. بنابراین این احساسی که دیوید کریسچن به من و شما میده یه احساس خیلی جالبیه از یه نقشه خیلی بزرگ و سپس به سرعت من و شما رو میکشونه تو این دنیایی که اکنون با هم دیگه داریم زندگی میکنیم. به سرعت از ظهور انسان مدرن توی آفریقا میگه، از پیشرفته شدن ابزار سنگی میگه، از پراکنده شدن انسان‌ها توی آفریقا، مهاجرت به اوراسیا، سکنا گزیدن در استرالیا، سپس سیبری، اختراع ابزار پیشرفته مثل تیر و کمان، ورود انسان به قاره آمریکا و توسعه کشاورزی در پایان عصر خوراکجویی. همه اینا رو به سرعت بیان میکنه. اگر یادتون باشه در معرفی آغاز کتاب من بهتون گفتم که این کتاب قصدش اصلا ارائه یه نقشه بسیار کلیه که بعد شما جایگاه خودتون رو تو اون نقشه خیلی خیلی کلی به دست بیارید که کجاست و چیه. بعد وارد یه عصری میشیم که من در حدود 2 هفته پیش کتابی رو از آقای جرد دایموند معرفی کردم به نام شامپانزه سوم. دقیقا دیوید کریسچن همون اصطلاح رو به کار میبره، میگه شما وارد یه عصر میشید به نام شامپانزه سوم یا انسان نوع سوم. بعد از هومو ارکتوس و هومو هابیلیس شما میرسید به یه انسان به نام هومو ارگاستر و یا بعدها تکمیل شدهش هومو ساپینس. این انسان دیگه آروم آروم کارورزه، آروم آروم داره فکر میکنه، آروم آروم داره ابزار میسازه، آروم آروم یه چیزی رو برای ارتباط ایجاد میکنه به نام زبان. موقعی که زبان ایجاد میشه میتونه دانش رو به دیگران منتقل کنه. موقعی که دانش به دیگران منتقل میشه تجربه ها انباشته میشه و موقعی که تجربه ها انباشته میشه انگار هر نسلی واجد و صاحب تجربه های انباشته نسل قبلی میشه. چیزی که در عصر اول یعنی در عصر خوراکجویی بشر کمتر بهش میتونست دسترسی پیدا کنه و یا اصلا نمیتونست دسترسی پیدا کنه. توی عصر خوراکجویی که چیزی در حدود 250,000 سال طول میکشه، چند تا صفت جالب میگه دیوید کریسچن. میگه انسان ها سالمن چون همش دنبال شکارن و بنابراین چربی ذخیره، پروتئین ذخیره و خیلی چیزهای دیگر رو ندارن. همش هم در حال تحرکن. اوقات فراغتشون زیاده چون بسنده میکنن صرفا به یک شکار و بعد تهیه مقدمات لازم برای خوراک و غذاشون. ولی بسیار زندگیشون خشونتباره، امید به زندگیشون کمه، خویشاوندان صرفا نزدیک به هم زندگی میکنن، با همدیگه تشریک مساعی دارن، ولی آروم آروم در این اوقات فراغتی که داشتن و خیلی زیاد میتونستن کنار هم قرار بگیرن، آروم آروم احساس کردن که میبایستی با هم ارتباط برقرار کنن و افزون بر ارتباط حسی در اینها آروم آروم پدیدار میشد و این حس رو میبایستی به صورت انواع مثلا ملزومات هنری از خودشون بروز میدادن. مثلا آروم آروم فهمیده بودن که چیزی به نام محبت دارن، عشق دارن، خشم دارن و آروم آروم احساسات انسانی انگار داره پدیدار میشه و به دست میاد. در همین دوره بشر یه عادتی پیدا میکنه به این دلیل که بتونه مهاجرت کنه و این مهاجرت ها به جز این که مهاجرت جغرافیایی هست و بیماری ها رو با خودش میبره اینور و اونور، اما یه اتفاق جالبتری هم رخ میده و اون این که بشر دانشی رو که داره و بعد دانشی رو که بین همدیگه منتقل میکنه و تبدیل میشه به تجربه، اینا رو هم با مهاجرت خودش منتقل میکنه و در عین حال با این مهاجرت‌ها جنگ‌ها هم در میان افراد بشر که در جاهای گوناگون و جغرافیایی زندگی می‌کنند داره آروم آروم شکل میگیره و بشر از اون حالت یکجانشینی در میاد و تبدیل میشه به آدمی که میتونه مهاجرت کنه و بره به سرزمین‌های دیگه، جاهایی که کشف نشدنی بوده و جاهایی که ناشناخته بوده. بنابراین یه عصر دیگری تو زندگی بشر داره شروع میشه که چیزی در حدود 10,000 سال طول میکشه. شما اگه دقت کنید در کتاب داره میگه عصر اول، عصر خوراکجویی 250,000 سال طول کشید، ولی عصر دوم یه چیزی در حدود 10,000 سال طول کشید. به همین دلیل به همین دلیل عصر دوم انگار کوتاه‌تره
و به نظر میاد که به طور کلی کیفیتش با عصر اول داره به شدت متفاوت میشه. یک لحظه اجازه بفرمایید. خب، ولی موقعی که 10,000 از 10 تا 11,000 سال پیش این عصر کشاورزی شروع میشه و بشر آروم آروم عادت میکنه به یاد گرفتن یه چیزایی که در تجربه بشری وجود داشته و بعد انتقال پیدا کرده، آروم آروم تنوع بیشتری پدیدار میشه. فناوری‌های بیشتری بشر دسترسی پیدا میکنه. داد و ستد بیشتری ایجاد میشه. موقعی که سکونت پیدا میکنه، گیاهان شروع به رشد میکنن. بشر اونا رو پدیدار میکنه. شهر رشد میکنه. شبکه تجارت ایجاد میشه. آروم آروم با توجه به اینکه شبکه تجارت ایجاد میشه، شهر ایجاد میشه، داد و ستد ایجاد میشه، انگار بشر احساس میکنه که نیاز داره به اینکه نظم هم برقرار بشه، دستگاه حکومت برقرار بشه. آروم آروم جوامع گوناگون پدیدار میشن. جوامع روستامحور، جوامع شهری و. به همین دلیل نکات گوناگونی که در کتاب گفته میشه ماها رو به اینجا میرسونه که انگار این کتاب داره در مورد یک دوره از تاریخ بشر حرف میزنه که این دوره فوق‌العاده است، از این جهت که بشر رو یک جانشین میکنه، دستگاه ها و نهادها براش پدیدار میشن و سازماندهی زندگی پیدا میشه. حالا آروم آروم چیزهایی که پیدا میشه ایناست: سازماندهی گروه های متخصص، مقامات، سربازها، فن نگارش پدیدار میشه، اشکال اجباری اخذ مالیات پدیدار میشه، معماری پدیدار میشه. آروم آروم خلاف ایجاد میشه. چون خلاف وجود داره زندان و مجازات ایجاد میشه. مالیات ایجاد میشه که قبلا اسمش چپاول رسمی بوده. نوعی ادغام شدگی ایجاد میشه، یعنی سرزمین های کوچک و بزرگ با هم دیگه ادغام میشن و آروم آروم واحدهای بزرگ حکمرانی تشکیل میشه و بشر یاد میگیره که چگونه با اون نظم و انضباطی که به دست آورده شروع کنه به زندگی خودش رو برقرار کردن و منضبط کردن و منظم کردن. عصر مدرن پدیدار میشه. بلافاصله بعد از اتمام عصر کشاورزی، به تعبیر اون نقشه‌ای که آقای دیوید کریسچن داره در کتابش میگه، عصر مدرن پدیدار میشه و این عصر مدرن اه، با صفات فوق‌العاده است. میگه من این سال 1705 میلادی رو که میگذارم به عنوان یک سال، مثلا سال مقطع ورود به یک دوره جدید، میگه منظورم این نیست که بگیم صرفا در این سال این اتفاق افتاده ولی در مثلا 1749 یا 1748 این اتفاق نیفتاده. میگه من یه منطقی رو مد نظر میارم برای اینکه از 1750 به این طرف شما وارد عصر مدرن شدید و اونم در حقیقت نوعی چیزی تحت عنوان انقلاب صنعتی که در بریتانیا شروع میشه و به سایر جاهای اروپا هم کشیده میشه. میگه عصر مدرن با خودش یه سری صفات میاره و این سری صفات رو برای اینکه وقتتون گرفته نشه و البته قبلا هم همه رو شنیدید، براتون به سرعت میخونم: رشد سریع جمعیت، نوآوری فنی، افزایش بهره‌وری، مهار انرژی، جوامع بزرگ شده، دیوان سالاری، ناسیونالیسم، امید بیشتر به زندگی نزد افراد بشر، تجاری شدن بیشتر زندگی، شبکه‌های جهانی پرتعداد و متعدد، نابود شدن روش‌های خوراکجویی که متعلق به عصر کشاورزی و عصر قبلی ترش یعنی عصر خوراکجویی بوده و به همین دلیل بشر
آروم آروم وارد یه زندگانی میشه که این زندگانی به شدت با دوره قبلی متفاوته. یه انقلاب در انقلاب به اصطلاح آقای دیوید کریشتن اتفاق میفته که در تمام زمینه‌ها این انقلاب در انقلاب رخ میده. من میرسم به بخش انتهایی کتاب که بخش فوق‌العاده است، یعنی از اون بخشایی است که بر بچه‌های تاریخ به شدت بهش نیاز دارن. دلیلش اینه که برای بچه‌های تاریخ خیلی میرن به طرف این که ببینن دوره‌بندی چیست؟ عصر چیست؟ چرا مثلا ما یهویی میگیم عصر آهن، عصر فلزات، عصر برنز، عصر طلا؟ چرا عصرهای متعدد به کار میبریم؟ یا مثلا اگه شنیده باشید میگیم که قرون تاریکی، قرون روشنایی، رنسانس، قرون وسطی، قرون جدید، قرون مدرن و کلماتی رو به کار میبریم که میخوایم نشون بدیم این دوره با دوره قبلی و این فصل با فصل قبلی فرق داره و با هم متفاوته. وارد یکی از زیباترین بحث‌های کتاب میشه و اون قسمت اینه که میگه تاریخ یه نوع داستانگوییه و این داستانگویی اگر شما بخواین داستان رو ادامه بدید، داستان میباید ساختار داشته باشه. همه بر بچه‌هایی که توی رشته ادبی هستن به من و شما میگن که داستان موقعی که شما میخواین بنویسید باید ساختار داشته باشه. میگه شما اگر بخواین تاریخ رو مثل یک داستان روایت بکنید و اون داستانتون ساختار داشته باشه، میبایستی از دوره یا ایج یا پریود یا عصر استفاده بکنید. شما کلمات گوناگون رو در زبان انگلیسی میتونید ببینید که چقدر راحت داره به کار میبره معادل این کلمات مربوط به عصر و دوره و روزگار و مثلا چیزای از این دست. کلمه ایپاک، کلمه ایج، کلمه پریود و انواع کلمات. حالا آقای دیوید کریچن میگه که مبنایی که من دارم و مد ذهنم هست اینه که شما داستان رو ببخشید تاریخ رو اگر بگید داستانگویی، هر داستانی ساختار نیاز داره و هر ساختاری یک سری اجزا داره، یه سری خصلت‌ها و خصوصیت‌ها داره. میگه شما اگر میخواین برای تاریخ ساختار ایجاد کنید، میبایست اون رو به دوره‌بندی گوناگون تبدیلش کنید و این دوره‌بندی حالا صفاتی است که آقای دیوید کریچن داره. میگه یکی از زیباترین بخش‌های کتابه. چون من به تازگی در ایران دقت کردم که برای بچه‌های رشته تاریخ خیلی تمایل به این دارن که برن به طرف دوره‌بندی و نشون بدن که این دوره در تاریخ ایران با دوره قبلی چه تفاوتایی داره. اگر بخوان این کارو بکنن باید به این قسمت انتهایی کتاب دیوید کریچن بیشتر دقت کنن. میگه گذشته به نظر ما یک پارچه و سیاله، ولی میگه واقعا این نیست. موقعی که شما میخواین گذشته رو تقسیم بکنید به قطعات منظم، یعنی بگید دوره الف، دوره ب، دوره پ، به نظر تصنعی میاد و این رو حق داره. دیوید کریچن میگه واقعا تصنعی به نظر میاد. میگه من به همین دلیل اول اشاره میکنم که 4 تا مسئله رو توی دوره‌بندی تاریخ جهان باید در نظر آورد، مد نظر گرفت و بعد این 4 تا مسئله رو اگر پاسخ بدیم اون وقت میتونیم بگیم که دوره‌بندی تاریخ جهان چگونه است. شما اگه یادتون باشه در ابتدای کتاب گفته بود من میخوام یه طرحی انجام بدم در این کتاب که تاریخ جهان رو تبدیل کنم به یک نقشه، به یک نقشه خیلی بزرگ. شما در عین حالی که اون نقشه خیلی بزرگ رو دارید می‌بینید، در عین حال میتونید به جزئیات مورد علاقه خودتون هم دقت کنید. حالا میگه موقعی که شما میخواین دوره‌بندی کنید تاریخ جهان رو، 4 تا مسئله وجود داره. یک مسئله نظریه، دومی سازماندهی، سومی مسئله اخلاقی و چهارمی مسئله فنی. این قضیه که من تا اینجای کتاب به شما گفتم شما در چندین مثلا کتاب دیگه هم میتونید بخونید، ولی این قسمت کتاب دیوید کریچن فوق العاده تازه است. بر دست کم برای خود من فوق العاده تازه است. پس اگر بخواین دوره بندی تاریخی داشته باشیم، چون گفتیم تاریخ یه داستانه و هر داستانی ساختار میخواد، اگر بخوایم دوره بندی تاریخی داشته باشیم میبایستی
به این 4 تا مسئله دقت کنید. 4 تا مشکل خواهیم داشت در دوره‌بندی: مشکل نظری، مشکل سازماندهی، مشکل اخلاقی و مشکل فنی. مشکل نظری چیه؟ مشکل نظری اینه که شما اگر بخواید دوره الف رو از دوره ب تمایز بدید، مجبورید بعضی از رویدادها و وقایع و برخی از حوادث رو برجسته کنید و برخی رو کمتر جلوه بدید. مورخ دین مجبور اوضاع دینی رو برجسته کنه، مورخ جنگ رو، مورخ زنان و جنسیت میبایستی بیشتر به حوادث دقت کنه که درش زنان و جنسیت دخالت دارن. مورخ سیاست میپردازه به نهادهای سیاسی و مورخ نهادها میپردازه به نیاز بشر به نهادها و اینکه نهادها چگونه پدیدار شدن و چگونه به شکل گرفتن. پس شما یه مشکل نظری حتما در دوره بندی خواهید داشت. حالا چرا این مشکل وجود داره؟ دلیلش اینه که اون فردی که میخواد دوره بندی کنه میبایستی قضاوت کند و بگوید چرا این قسمت مهمه، چرا اون قسمت مهم نیست، و سپس قسمت مهم رو برجسته سازی کنه و اون قسمت غیر مهم رو بگذاره کنار. مشکل دوم سازماندهیه. مشکل دوم دوره بندی سازماندهیه. چه عنوانی باید یافت که حق مطلب را ادا کند در مورد مناطق و جوامع مختلفی که میلیون‌ها رخداد تو اون رخ میده؟ مثلا به تعبیر دیوید کریسچن این که من و شما تقسیم کنیم به باستان، وسطا و مدرن، خب این صرفا اروپاییه، به بقیه جاهای دنیا هیچ ربطی پیدا نمیکنه. یا اگر مثلا مثل چینی ها تاریخ رو بر مبنای سلسله ها تقسیم بندی کنیم، سلسله چینگ، سلسله مینگ، سلسله دوانگ و سلسله های مختلف چینی رو نام ببریم و وقایع رو ارزش گذاری کنیم، باز انگار به جز چینی ها هیچ کس دیگه این تاریخ رو نمیفهمه. میگه مشکل بزرگ سازماندهی اینه که آیا میشه یه عنوانهایی پیدا کرد که در همه جا معنادار باشه؟ این مشکل سازماندهیه. مشکل سوم یه مشکل اخلاقیه. اینجا منظور از اخلاقی، موقعی که ما کلمه اخلاقی رو به کار میبریم، منظور این نیست که مشکل اخلاقی به معنای مثلا اون چیزی که تو جامعه ما به صورت عرفی رواج داره. نه، یه مشکل اتیکال داره، نه مشکل مورال. یه مشکل اتیکال اینجا وجود داره و اون مشکل اتیکال چیه؟ میگه موقعی که شما میگید قرون وسطا یا قرون تاریکی یا رنسانس یا انقلاب علمی یا عصر انقلاب دموکراتیک، مداوم تو این کلمات قضاوت ارزشی هست. یعنی دیگران عصر انقلاب دموکراتیک نداشتن، اینا داشتن. دیگران انقلاب علمی نکردن، اینا داشتن. دیگران رنسانس نداشتن، اینا داشتن. و میگه این تقسیم بندی یه مشکل اتیکال داره و این مشکل اتیکال رو میبایستی رسیدگی کرد. و چهارمین مشکل فنیه و این مشکل فنی مشکل کاملا تکنیکاله. بر اساس کدوم یک از تقویم ها شما دارین دوره بندی میکنید؟ و این مشکل خب جالبی هم هست. بر اساس تقویم مسیحی، ایرانی، چینی، مصری، بر اساس کدوم یک از اینا؟ میگه اون چیزی که امروزه تو تمام دنیا هست و تو تمام دانشگاه‌های دنیا و کتاب‌های دنیا رواج داره، تقسیم بندی دنیا بر مبنای مسیحیته. شما اگه دقت کرده باشید میگن پیش از میلاد مسیح، پس از میلاد مسیح، و یعنی هر آنچه که ما داریم در تاریخ دنیا میخونیم و به صورت ساختارها و دوره‌ها نگاه میکنیم، پیشا مسیحیت و پسا مسیحیت هست. بنابراین این مشکل فنی رو به لحاظ تقویمی میبایستی حل کرد و گذاشتش کنار. آخرین موضوعی که در کتاب مطرح میکنه مشکل فوق‌العاده، یعنی نکته خیلی فوق‌العاده است. میگه ساده ترین دوره بندیه که جامع و مانع باشه. میگه مثلا ما یه سری دوره های دوتایی داریم، میگیم دوره آفرینش، دوره کنونی، متون مذهبی اینو میگن. دوره پیش هبوط، دوره پس هبوط، دوره سنتی، دوره مدرن. میگه این تمایزهای دوتایی یه کمی کار رو راحت میکنه، ولی نکته بدی که داره اینه که یه دوره رو شما تحسین میکنید و یه دوره رو محکوم میکنید. سنتی رو محکوم میکنید، مدرن رو تحسین میکنید. پیشا هبوط رو تحسین میکنید، پسا هبوط رو محکوم میکنید. دوره آفرینش رو به عنوان گلدن ایج
تحسینش میکنید و دوره کنونی به عنوان دوره عذاب و تاریکی اون رو محکومش میکنید. میگه نه، این قاعده درستی نیست و نمیشه چنین فکری رو انجام داد در مورد تقسیم بندی. پس بیاد یه جور دیگه فکر کنید. مثلا میگه یونانی ها به ویژه یه آدم به نام هزیود یا هسیود 5 تا عصر در نظر گرفته بود: عصر زرین، عصر نقره، عصر برنز، عصر قهرمانان و عصر بلاهت و خشونت. میگه این 5 تا عصر رو در نظر گرفته بود و برای هر کدومش هم یه سلسله حوادث و رویدادها و معانی در نظر داشت. من در پرانتز بگم که این دوره‌بندی تاریخی کارل مارکس که گفته بود کمون اولیه، بردهداری، فئودالیسم، بورژوازی و کمونیسم دقیقاً یه رونوشتی است از این دوره‌بندی پنجگانه هزیود یونانی که گفته بود عصر زرین، عصر نقره، عصر برنز، عصر قهرمانان و عصر بلاهت و خشونت. به نوعی از اون یک گرته برداری کرده بود و دقیقاً از همون تقلید کرده بود و عصر پنجگانه خودش رو، یعنی تاریخ پنجگانه خودش رو مارکس ساخته بود و گفته بود. آقای دیوید کریستچن میگه که مثلا یا 2 نفر به نام تامسن و ورسا از عصر سنگ، عصر برنز و عصر آهن حرف زدن. آقای گوردون چایلد از انقلاب نوسنگی، ظهور کشاورزی، انقلاب شهری و ظهور شهر و حکومت حرف زده. ولی میگه بهترین نوع تقسیم بندی همینه. هیچ قضاوت ارزشی درش نیست، تقویم درش نیست، مشکل فنی هم نداره، مشکل اون نظری و سازماندهی هم نداره که مثلا مشکلات دینی رو ما داریم برجسته میکنیم یا زنان یا سیاست یا میگه هیچ کدوم این مشکلات چهارگانه رو نداره. بنابراین به نظر میرسه که شما تقسیم بندی بکنید دنیا رو به 3 دوره: عصر خوراکجویی، عصر کشاورزی و عصر مدرن. عصر کشاورزی ببخشید، عصر خوراکجویی که 250,000 سال طول میکشه 95% زندگی بشر رو تشکیل میده. عصر کشاورزی 10,000 سال از زندگی بشر رو تشکیل میده و عصر مدرن از 250 60 70 سال پیش به این طرف داره زندگی بشر رو تشکیل میده. این کتاب، یعنی این جهان گذرا، تاریخچه بشریت، یکی از کتاب‌های فوق‌العاده‌ای بود که من به صورت اینطوری به شما بگم، اگر بخوام بگم که این کتاب رو من چقدر طول کشید خوندم، من فکر می‌کنم در کمتر از 3 ساعت من این کتاب رو خوندم. این کتاب فوق‌العاده است به این دلیل که یک موقع خوندن خیلی آرومتون میکنه. یعنی یه لحظه شما رو وارد یه فضایی میکنه که حس میکنید که فقط خودتون و یه دنیای عجیبی که به شدت پرعظمت بوده از مهبانگ 14 میلیارد سال پیش شروع شده تا به امروزی که من و شما رسیدیم. یعنی انگار من و شما رو خیلی اگر خیلی خودتون رو کوچیک تلقی کنید، خیلی بزرگتر از اونی که فکر میکنید شما رو جلوه میده. یعنی شما رو میبره، متعلقتون میکنه به 14 میلیارد سال پیش. اگه فکر میکنید خیلی بزرگید، یعنی فکر میکنیم خیلی بزرگیم، خیلی کوچیکمون میکنه. یعنی من یه لحظه که حس کردم نسبتم با 14 میلیارد سال پیش چیه، اصلا به نحو عجیبی هم وحشت کردم هم. امیدوارم که این کتاب هم مورد دقتتون قرار گرفته باشه و استفاده کرده باشید. گرچه میدونم امروز اه، م، یه مقدار مشکلات اینترنتی وجود داشت در ارتباط من و شما و البته یه مشکل فنی تری هم وجود داشت که خب حالا دیگه خیلی گفتن نداره. اه، امیدوارم که همگی تندرست باشید و من ضبط خودم رو برای کانال تلگرامی خودم قطع میکنم و اگر نکته‌ای مطلبی چیزی هست بفرمایید تا من در خدمت باشم و اگر تونستم جوابتون رو بدم. من یادم رفت که امروزم به واسطه اون کانال تلگرامی خودم اعلام بکنم که امروز چه روزیه و چه ساعتیه و از این حرفایی که به صورت تشریفاتی میگم همیشه. امروز پنجشنبه است، 26 مهر ماه سال 1403 و 17 اکتبر سال 2024 میلادی. اکنون که شما این صوت رو شنیدید و تموم شد، ساعت به وقت اینجا
1:15 و به وقت ایران فکر می‌کنم 1:15 اگه اینجا باشه میشه 1:45 شب در ایران. من ف سو ضبط خودم رو در کانال تلگرامی خودم قطع می‌کنم و اگر نکته‌ای مطلبی هست بفرمایید، من در خدمت هستم.